اوایل قرن 14 شمسی دو برادر به اسم احمد و محمود خیامی در مشهد متولد شدند. پدر اونا سید علی اکبر خیامی کامیوندار بود. اون زمان روس‌ها کنترل مشهد رو به دست داشتند. در نتیجه گاراژ سید علی اکبر رو مصادره و کامیون‌هاش رو ازش گرفتند. بعد از خروج شوروی سید علی اکبر گاراژش رو تبدیل به تعمیرگاه کرد. احمد و محمود حسابی شیفته خودرو و کار صنعتی بودند. تو نوجوانی همراه با درس و مدرسه برای کمک به اقتصاد خانواده سراغ ماشینشویی و تعمیرات ماشینای کنار خیابون میرفتند. با پشتکار و تلاش اونا تو ایام جوونیشون موفق به راه اندازی کارواش، تعمیرگاه و فروشگاه قطعات یدکی شدند. با گذشت زمان اونا موفق شدن تا نمایندگی های شرکت بنز و جیپ خراسان رو اخذ کنند. احمد که به دنبال پیشرفت بود به تهران مهاجرت و از وزارت صنایع مجوز تولید اتوبوس گرفت. اون با شرکت بنز آلمان برای گرفتن قطعات و شاسی های اتوبوس به توافق رسید.